مجید پاکرو. به خودت بگیر میخوام داستانمو بنویسم، سیگار و خودکار و کاغذ شمع سر میزم. اینا که میخوام بگم مربوط به چند سال پیشه، این حال کثافتم به رفیق خلاصه میشه. البته مقصر اصلی تو بودی پس فطرت، پس گله نمی کنم از جان و از قسمت. ماجرا از یه روز نسل سردی شروع شد که مجبورم بخونم قصه های تو گوشو. پاتوق همیشگی طبق معمول با رفیقام نشسته بودیم، یکی گفت مخزن پایه میخوام. داشتی ول میچرخیدی جلوی دید همه، اولین بار دیدمت گفتم که باب دلمه. یه خورده نگات کردم دیدم تو هم میخندی، اومدم جلو فقط واسه برد شک بندی. یه تیری انداختم که با تو روبرو شد، الکی مفتی رابطمون شروع شد. جدی شد رابطمون، حسادت رفیقام رفته بیشتر و بیشتر شد. هر کی بد میگفت ازت دهنشو میبستم، رفیقام میدیدنت هی میشدن پیشم شل. یه چند وقت گذشت دیدم سرد وام رفتارت، پشت من اون لاشیا میگفتن چه حرفابت. یکیشون تورت کرد تو هم بهش پا دادی، بعدشم وایساد تو روم به خاطرت بالاتی.